خیره صفحه پیرخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خندم، جوانای محترم، نواساکو حواساکوی قند بابوش زنده و سربلند باشید. امروز روزی جمعه، روزی سید الایام رو با تمام مردم سربلندی مسلمان تبریک و تهنیت میگم و خواهان آن هستم که دائما سربلند و آبرومند باشین و مهاجرا خدای مهربان عمرکاشون دراز، تنشون صحت، ماشون سالم، خوشی های زندگی نصیب و روزیتون بگردونه. خدای مهربان مهاجرت غریبی را مسافر را به شما آسان بگردونه. خدای مهربان رزق روزیتون زیاده و زیاده تر بگردونه. خدای مهربان باز انجام کار، باز انجام مهاجرت مهنتی، باز انجام سفر کاری با سری بلند و تنی ساعت مغز سالم و فیض و برکت دستی پر به وطن جان برگشتن و نصیب و روزیتان بگردونه. خدای مهربان چی مراد و مقصود و آرزوی نیکی دارین با اون مراد و مقصود و آرزوی نیکتون برسونتون. الله اکبر. زنده و سربلند باشین برادران قندم. امروز روزی جمعه است، روزی بخشش است، روزی عفو گناه است، روزی حج مسکین است. برادران چی گفتنی هستم به شما؟ گفتنی هستم که یکی از سنت های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این یعنی دعای نیک کردن، یعنی بخشیدن، یعنی گناه همدیگر رو بخشیدن است که خدای مهربان بخشنده، خدای مهربان بخشنده مهربان است. باید ما ببخشیم همدیگر رو. و چی گفتنی هستم به این برادرها، به این همکسب ها، به این واسای قند باباش، من شما را همتون بخشیدگی هستم و باز هم میبخشم و در حالتی که یکم واخوری می شود، چی به برادر ایدیبیگ، چی به برادر اسماعیل جان، یکم واخوری در من آغوشی من کشاده است. با شما آغوش گرفته همچون بابا با شما من سلام علیک میکنم و شما رو میبخشم. اگر شما ببخشین میبخشین، نبخشین خدا هممون رو هدایت کنه و ببخشین. برای همین برادران سخنان رو دراز نمیکنم. ممکن روز شود که درباره زینای بابای بلاگر در شبکه‌های اینترنتی چقدر نورها بروید پخش شود. من هرچند خودداری کردم نتوانستم که آماده است برآمده است. بگذار از دهان خودی من شما بفهمید که مرا کی به زینا دعوت کرد. برادران خندم نوارو من پیشکش شما میکنم. این میگن که خدای مهربان از تهمت ناگهمان، از بلای آخری زمان، از مرگ مفاجات، از همسایه بد خدای مهربان نگهبان باشی. برای همین از تهمت های ناگهمان باید دعا کنیم که خدا به ما نرسد. دعا کنیم که مردم سربلندی تاجیکستان عزیزم دائم سربلند باشد و خودشو در بین دیگر ملت ها و قوم ها سربلندی خود را نشان دهد. برای همین برادرها ما و همه شما دوست هستیم، برادر هستیم، هم تن و هم جان هستیم. من شما را باز هم یک بارگه دعوت میکنم به صلح و صلاح، به همدیگر بخشی، به همدیگر فهمی. شما را باز هم دعوت میکنم. وقتی که خدای مهربان بخشنده است باید ما هم بخشنده مهربان باشیم. در تاجیکستان عزیز ما هم چندین بار میگیم که بخشش ها شید صرف حکومت دولت، چقدر بخشش ها شید، چقدر از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت چقدر عفو ها شید. گفتن در کار کنم میرم چقدر عفو شید. این قدر عفوی که در تاجیکستان شید باور میکنم در دیگر جا نشید. عفو میشه ما گناه میکنیم عفو میشه. یکی از خصلت های نیکی پیشوای ملت است. برادران ارجمند حاضر شما در آمین رسید چاپلوس چیزی که حقیقت است باید ما حقیقت رو گپ زنیم. من میترسم برای حقیقت بسیارتر گپ زدن که شما چاپلوس نمیبروید مرا. آیا این چاپلوسی است؟ ما خواهان آن هستم که باز هم در تاجیکستان عزیز سربلند من عفو روی هم شود و مردم سربلند تاجیکستان عفو کرده شود. برای همین بلاگرای محترم من همچون بابا هستم و شما
باز یک بار دیگه من همچون بابا شما رو عفو کردم، شما رو بخشیدم. بیا چی میخواهیم؟ میخواهیم که نوارهایی که نسبت همدیگر کردیم، من میبینم خودم ایزا میکشم، خودم شرم میدارم همین نوارهای کردگی. من خودم شرم میدارم. یکی با برادر دوست مراد و یا نواری کردم اویدی رفاعت، چقدر گپهای قبیح گفتم شرم داشتم باور کنم. یکی مثال با برادر ایدیبک شرم میدارم، یکی با برادر اسماعیل شرم میدارم. نمیشه خیر، باید نکنیم. بیا سرجمانه هممون گفتیم ما از یک گریبان سر براریم. همین نوارهایی که چقدر نسبت همدیگر، نسبت ملت تاجیک پسی و گپهای قبیح گفتیم، بیام نوارها رو کور کنیم، گپهای خوب گپ زنیم، درباره دوستی و برادری گپ زنیم، درباره همدیگر گپ زنیم، درباره پیشرفتی تاجیکستان عزیز سربلند گپ زنیم. ما هم در وطن مردم هستیم، ما هم در اینجا مثل غریب هستیم. ما هم فکر کنیم که اگر جان ما بروید فقط وطن میخواهیم که مثل جسدهای ما در وطن خوب شود. چقدر مثل این برادر، مثل من یک خوب نواری کردم اویدی رحیم غرمی و دلوار سفروف. من چی میخواستم؟ من میخواستم که پروست شناس شوم همچون و یکی از دلوار سفروف، یکی از دلوار سفروف یکی از بلوگرای مشهوری تاجیک هست. ما احسن به شعر مرد وطن میگیم، احسن میگیم. گپو بسیار درباره من میخواستم که سلام علیکم در کمیتری ما میبرویم به ما زنگ بزنه که خیش تبور دلوار به من ببرویم که زنگ بزنه که بیا ما با شما کار میکنیم و بخیر. من بخری بود دیگه یکم کار نبود. حاضر مرا ویزیف میتم تو بابا جان ماده ویزیفته و خیلی نمیشه. باید یک خلق نمیفهمه، خلق باید ما باید بفهمونیم چی گپ است. برای برادر عزیزم شما مرا طور میفهمید. ما اومدن من به نزدیکی، به نزدیکترین مهلت ما شما را بعضی نوارها شید اویدی که من بیو که زینا کرده باشم بگذار از دهنی ما بفهمید. شما بیا نواری من پیش بر شما پیشکش میکنم. پیشکش دبانیایی هم سازی؟ دبانیایی کینوی حضرت یوسف تماشا کردی؟ چیه کینوی حضرت یوسفش؟ کینوی حضرت یوسف تماشا نکردی که زلیخا یوسف چخیلی کرد؟ نکردم راستی؟ نکرده شیطان کیه شیطان؟ ای خدا بترسی ای خدا بترسی. مادر شیطان است، مادر شیطان فهمیدی؟ زبیز که مرا مادر شیطان بخیره سفیر پیرخه میکنیم که ما مخلوقیم، ما ملائکه نیستیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام بسیار یکی از بهترین های پیغمبر که در روی زمین بود و سینه‌اش چقدر بسیار جراحی کردن، چقدر حق شیطان گرفتن. ما یگام جراحی شدگی نیستیم، ما یگام حق شیطان بسیار گرفتگی و چی کردگی نیست. ما ممکن این خیلی تهمت ها و این خیلی چیو در زودگاه مرم شدگی بودم که تهمت ها هرچی حق به حقدار میرسه. من میدونم که قریب 2 هفته زیادتر در روسیه چقدر به من زنگ میزنن، چقدر گپ‌های فحش و فحش پیشنهاد میکنن، چقدر باید پیشنهاد میکنن. اوی میگه که بابا زنگ گرفت، تو زنگ میگیره و چی میگیره. و ما زنگ گرفتن این یگام جای تنش نیست. و خیلی نیکاه مسلمانی حقیقتی یگام کسی ایجاب کردی کو کردی گرفتی یگام تنه یگام ویا خود برای زنا نکردن میگیری هیچ گپ نیست. که شما مرا اینقدر می بابا رو زن فوریده، بابا رو خیلی فوریده. برای همین برادران گرامی قدر نکنین، خیلی کارو تهمت و بهتان رو نکنین. ما رو شیر خام خوردگی ممکن یگام لغزش های کنم کردم روزه میبرم با خودم اون سحر باید چشمو نقل میکنید چقدر با این شخص نمیدونم چقدر مبلغ وعده کردن و گفتگی ما این مبلغاش نمیگم، گپاش نمیگم، وایش نمیگم. یا نوری است که در یوتیوب نه در بین بلوگرها تا خود است این میبروید. این را خود شما از ذهن خودی من ببینید بفهمید و کنه که این کار چه حقیقت بود و چی کار شد. دیگر رشته سخن دراز نمیکنم. و همه بردباری میخواهم، به همه وقتی خوش تنیست میخواهم. تاجیکستان عظیم سربلند میخواهم که در تمامی کره زمین باید ما بلوگر رو معرفی کنیم. هم خیلی بلوگر رو دیگر با بلوگر رو یوم کس باوری هم نداره. زنده و سربلند باشه در پناه
Allah'ım